خب ادامه بدیم. میرسیم به تیر ماه. 1 تیر سال روز صدور فرمان حضرت امام خمینی مبنی بر تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی 1360 روز اصناف هم هستش. 6 تیر روز جهانی مبارزه با مواد مخدر. 7 تیر شهادت مظلومانه آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از یاران امام خمینی با انفجار بمب به دست منافقین در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی 1360. روز قوه قضاییه هم هستش. 8 تیر روز مبارزه با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی. 10 تیر روز صنعت و معدن. 11 تیر شهادت آیت الله صدوقی 4مین شهید محراب به دست منافقین 1361. 12 تیر روز افشای حقوق بشر آمریکایی، سقوط هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران توسط ناوگان آمریکای جنایتکار 1367. 13 تیر روز مبارزه با بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان. 14 تیر روز قلم. 16 تیر روز مالیات. 21 تیر روز عفاف و حجاب. 23 تیر گشایش نخستین مجلس خبرگان رهبری 1362. 25 تیر روز بهزیستی و تأمین اجتماعی. 26 تیر تأسیس شورای نگهبان. 27 تیر اعلام پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی ایران 1367. رویدادهای مهم مرداد ماه. 5 مرداد سال روز عملیات غرور آفرین مرصاد 1367. اولین نماز جمعه در سال 1358. 6 مرداد روز ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ای. 8 مرداد روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی. 9 مرداد روز اهدای خون. 14 مرداد صدور فرمان مشروطیت 1285. 16 مرداد تشکیل جهاد دانشگاهی 1359. 17 مرداد روز خبرنگار. 23 مرداد روز مقاومت اسلامی. 26 مرداد آغاز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی 1369. 28 مرداد کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه 1332. 29 مرداد اعلام آغاز آتش‌بس میان ایران و عراق. 30 مرداد روز بزرگداشت علامه مجلسی. 31 مرداد روز جهانی مسجد. شهریور ماه. 1 شهریور روز پزشک. 2 شهریور آغاز هفته دولت. 4 شهریور روز کارمند. 5 شهریور روز داروسازی، روز بزرگداشت محمد ابن زکریای رازی. 8 شهریور انفجار دفتر نخست وزیری به دست منافقین و شهادت مظلومانه شهیدان رجایی و باهنر 1360 که روز مبارزه با تروریسم هم هست. 10 شهریور روز بانکداری اسلامی، سال روز تصویب قانون عملیات بانکی بدون ریا 1362. 11 شهریور روز چاپ. 13 شهریور روز تعاون، روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی. 14 شهریور شهادت آیت الله قدوسی و سرتیپ وحید دستجردی 1360. 17 شهریور جمعه سیاه، قیام 17 شهریور و کشتار جمعی از مردان به دست مأموران ستمشایی 1357. 19 شهریور شهادت آیت الله سید محمود طالقانی اولین امام جمعه تهران 1358. 20 شهریور شهادت دومین شهید محراب آیت الله مدنی به دست منافقین 1360. 21 شهریور روز سینما. 27 شهریور روز شعر و ادب فارسی، روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار. 30 شهریور روز گفتگوی تمدن‌ها. 31 شهریور آغاز جنگ تحمیلی 1359. آغاز هفته دفاع مقدس. مهر ماه رو داریم. 5 مهر شکست حصر آبادان در عملیات سامن الائمه 1360. 6 مهر روز جهانی جهانگردی. 7 مهر روز
روز بزرگداشت مولوی. 9 مهر روز همبستگی و همدردی با کودکان فلسطینی. روز جهانی ناشنوایان. 10 مهر روز جهانی مستضعفان. روز جهانی سالمندان. 13 مهر هجرت امام خمینی از عراق به پاریس 1357. روز نیروی انتظامی. 14 مهر روز دامپزشکی. 16 مهر روز ملی کودک. 20 مهر روز بزرگداشت حافظ. روز اسکن معلولین و سالمندان. روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی. 23 مهر شهادت پنجمین شهید مهراب آیت الله اشرفی اصفهانی توسط منافقین. 1361 روز جهانی استاندارد. 24 مهر روز پیوند اولیا و مربیان. روز جهانی نابینایان. عصای سفید. 26 مهر روز تربیت بدنی و ورزش. 29